سلام برای چنل یوتیوب بچه ما اومدیم شهر. حالا میخوام یه چند تا چیز خریدم نشونتون بدم، ولی اون خوبش رو گذاشتم آخر سر، الان دستمو گذاشتم که نبینین. برو بریم برای چنل یوتیوب. اینا که چیزای عادیه، حالا این جلاسان واسه اینه که خط و خش اگزوزو ببرم. اینم خب پنبه است. اینم خب بچه ها، اینم مال کاسه چراغه که شکسته. من چند روز پیش با پیشگوشی زدم شکست، حواسم نبود زدم شکست. حالا اینا نمیخوام نشونتون بدم، اینا نیست. حالا اینا هیچی نیست، اینا یه چیز عادیه. ولی من یه چیز گرفتم واقعا موتور بهش نیاز داره و چند سال من دوران هلوش 20 سال روشه که الان دیگه توش افتاده خرگ و گل و نمیدونم براد آهن و اینا، دیگه جوابگو نیست. 50 بارم تمیزش کردم، 50 بار با آب و بنزین شستمش. حالا میخوام اونو نشونتون بدم. اولیشو میارم، اگه تونستی چی بکنی، تونستی حدس بزنی، بعد اونو میارم. این که یه قاب بغل قرمز و ساده است، یه جفت قاب بغل. بچه هم اینا رو خریدم، شوخی کردم، نه شوخی میکنم، الان میارم نشونتون میدم. بچه ها من رفتم 700 تومن یه هلوش 700 تومن داشتم، رفتم یارو گفت 1,200 به زور. حالا 1,200 هم جور کردم. حالا این باکو خریدم، یه باک دبش، یه باک خوب که قرار ویدیوش بیاد. حالا ما اینو بذاریم، بعد از این ویدیو باک گذاشتن رو موتور میذاریم. بچه ها چون تو سند قرمزه، ما قرمز گرفتیم. اینم از باکمون که این کونمونشه، اینم جلوشه، اینو بیاریم اینور. اینم در باکشه، اینم دریه باکیه که بنزین میره توش. بچه ها واقعا دیگه گل و بدبختی و براد آهن و رنگ و همه چیز رفته به توش. اینم از میدونی، اینم از ورقش. بچه میگن باید اینجوری ناخونات سر بخوره رو این که کیلرزنی خوبی داشته باشه. اینم کیلرزنی خیلی خوبی داره، ولی در مورد اون 1,200 شوخی کردم. رفتم یارو گفت 700 800 900 اینجوری. میگه 800 تومن تا 900 تومنه، بیشتر از این ندارم. منم خب 750 بیشتر نداشتم. گفتم ناموسن تخفیفی بده، بیشتر از 700 تومن ندارم اینا. گفت باشه. حالا تو باکو ببره 730. باورت میشه یه عالمه بهم تخفیف داد؟ اینم از باک 730 تومن. بچه حالا باک دیگه ولی سنگین هم هست. میگن این 2-3 کیلو، این 3 کیلویی ها باک اصلی هست. این خوبه. حالا لایک و ساب کنید، قراره باک انداختن روی موتورم بیاد. لایک و ساب یادتون نره. خداحافظ.